به آینده خوش آمدید، درهای اتوماتیک. آیا تا به حال برایتان پیش آمده که به سمت دری بروید و به طور جادویی برایتان باز شود؟ این زیبایی درهای شیشه‌ای اتوماتیک است. آنها فقط مدرن و جذاب نیستند، بلکه در همه جا به یک استاندارد تبدیل می شوند. از بیمارستانها گرفته تا هتل‌ها، آنها زندگی را آسان‌تر می کنند و در این حال ظاهری فوق‌العاده دارند. این را تصور کنید، دستانتان پر از کیسه های خرید است. به ورودی سوپرمارکت نزدیک می شوید. ناگهان درها به روی شما باز می شوند. گویی به شما خوش آمد می گویند. این قدرت درهای اتوماتیک است. آنها راحتی بی‌نظیر و لمسی از ظرافت مدرن را ارائه می دهند. در دنیای امروز ما انتظار داریم همه چیز آسان و کارآمد باشد. درهای اتوماتیک این نوید را محقق می کنند. دیگر نیازی به کلنجار رفتن با دستگیره ها یا تقلا با درهای سنگین نیست. آنها به سادگی باز می شوند و با دعوتی خاموش از شما استقبال می کنند. اما راحتی تنها قدرت آنها نیست. درهای شیشه‌ای اتوماتیک همچنین ایمنی را افزایش می دهند. بهره‌وری انرژی را بالا می برند و به هر ساختمانی جلوهایی از زیبایی و مدرنیته می بخشند. بیایید عمیق‌تر به دنیای جذاب درهای اتوماتیک بپردازیم و کشف کنیم که چرا آنها اینقدر محبوب شدند. حس کردن مسیر، نحوه عملکرد درهای اتوماتیک. آیا تا به حال به جادوی پشت آن درهای روان فکر کرده‌اید؟ راز در حسگرهای هوشمند، چشمان درهای اتوماتیک نهفته است. این حسگرها به طور استراتژیک قرار گرفتند تا حرکت را تشخیص دهند و مکانیسم باز شدن در را راه اندازی کنند. اینطور فکر کنید که مثل یک بازی دوستانه تو انداختن و گرفتن است، اما به جای توپ، پرتوهای نامرئی نور یا امواج صوتی وجود دارد. همانطور که به در نزدیک می شوید، این پرتوها را قطع می کنید و به حسگر علامت می دهید. سپس حسگر سیگنالی را به سیستم کنترل در به ارسال می کند که موتور را برای باز کردن آرام و سریع در فعال می کند. اما این فقط در مورد باز شدن نیست. این سیستم های هوشمند برای تردد دو طرفه و بدون درز طراحی شدند. پس از عبور، حسگرها خروج شما را تشخیص می دهند و به درها دستور می دهند که به آرامی و ایمن پشت سرتان بسته شوند. انواع مختلفی از سنسورها وجود دارد که هر کدام نقاط قوت خود را دارند. سنسورهای حرکتی، مانند آنهایی که در سیستم‌های امنیتی استفاده می‌شوند، حرکت را در یک محدوده خاص تشخیص می‌دهند. از سوی دیگر، سنسورهای فشاری در کف تعبیه شده‌اند و هنگامی که وزن تشخیص داده می‌شود، در را فعال می‌کنند و آنها را برای مکان‌های پر رفت و آمد ایدئال می‌کنند. ایمنی در اولویت، محافظت از افراد و حیوانات خانگی. وقتی صحبت از درهای اتوماتیک به میان می آید، ایمنی از اهمیت بالایی برخوردار است. از این گذشته، این درها اغلب با جریان ثابتی از مردم، از مسافران عجول گرفته تا کودکان هیجان زده، سر و کار دارند. به همین دلیل است که تولید کنندگان برای جلوگیری از تصادفات و اطمینان از یک تجربه بدون نگرانی، ایمنی را در اولویت قرار می‌دهند. یکی از مهمترین مکانیسم‌های ایمنی، سنسورهای حضور است. برخلاف سنسورهای حرکتی که حرکت را از فاصله دور تشخیص می‌دهند، سنسورهای حضور یک منطقه امنیتی نامرئی در اطراف در ایجاد می‌کنند. این سنسورها به طرز باورنکردنی حساس هستند و می‌توانند حتی کوچکترین حرکتی مانند پا یا دم را در منطقه تعیین شده تشخیص دهند. این را تصور کنید، کودکی درست در زمانی که در شروع به بسته شدن می‌کند، به سمت در می‌دود. سنسور حضور وارد عمل می‌شود و بلافاصله حرکت در را متوقف و معکوس می‌کند. این امر از برخوردهای احتمالی جلوگیری می‌کند و ایمنی همه، به ویژه کودکان و حیوانات خانگی را که دیدن آنها سخت‌تر است، تضمین می‌کند. علاوه بر سنسورها، درهای اتوماتیک به ویژگی‌های ایمنی مانند سیستم‌های ترمز اضطراری، سنسورهای مانع و لب‌های ایمنی مجهز هستند. به عنوان مثال،
سنسورهای مانع برای تشخیص هر گونه مانعی در مسیر در طراحی شدند و از بسته شدن آن بر روی کسی یا چیزی جلوگیری می‌کنند. بخش چهارم، ورود به سبک، یک انتخاب محبوب. وقتی صحبت از درهای اتوماتیک به میان می‌آید، درهای کشویی برتری دارند. آنها براق، مدرن و فوق‌العاده کاربردی هستند و آنها را به انتخابی مناسب برای طیف وسیعی از کاربردها تبدیل می‌کنند. از ورودی‌های بزرگ مراکز خرید گرفته تا فضاهای اداری جمع و جور، درهای کشویی به طور بی‌نقصی کارایی را با سبک ترکیب می‌کنند. یکی از دلایل محبوبیت آنها طراحی کم حجم آنهاست. برخلاف درهای چرخشی سنتی که برای کار به یک بوس واضح نیاز دارند، درهای کشویی به صورت افقی می‌لغزند، فضای کف را به حداکثر می‌رسانند و جریان ترافیک روان را تضمین می‌کنند. این امر آنها را برای مکان‌هایی که هر متر مربع اهمیت دارد، مانند فروشگاه‌های خرد فروشی شلوغ یا ساختمان‌های اداری شلوغ، ایدئال می‌کند. اما این فقط به عملکرد مربوط نمی‌شود. درهای کشویی لمسی از ظرافت معاصر را به هر ساختمانی می‌بخشند. عملکرد روان و بی صدا حسی از پیچیدگی را ایجاد می‌کنند، در حالی که پانل‌های شیشه‌ای گسترده فضای داخلی را با نور طبیعی پر می‌کنند و فضای دلپذیر و هوادار ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، درهای کشویی از نظر اندازه و پیکربندی انعطاف پذیری استثنایی ارائه می‌دهند. چه یک در تک کشویی برای یک کافه دنج باشد یا یک در تلسکوپی چند کشویی برای لابی یک هتل بزرگ، درهای کشویی را می‌توان متناسب با هر فضایی و زیبایی شناسی طراحی سفارشی کرد. بخش پنجم، باز کردن امکانات کلاسیک و در عین حال مدرن. در حالی که درهای کشویی مترادف با معماری مدرن شدند، درهای اتوماتیک لولایی جذابیت بی انتهایی را ارائه می‌دهند. آنها ظرافت کلاسیک درهای لولایی را با راحتی اتوماسیون ترکیب می‌کنند و تعادل کاملی بین زیبایی شناسی سنتی و معاصر ایجاد می‌کنند. یک ساختمان تاریخی با درهای چوبی بزرگ را تصور کنید. حال آن درهایی را تصور کنید که با نزدیک شدن شما به طور بی‌نقصی باز می‌شوند و با لمسی از جذابیت دنیای قدیم که با فناوری مدرن ارتقا یافته است، از شما استقبال می‌کنند. این زیبایی درهای اتوماتیک لولایی است. درهای اتوماتیک لولایی به ویژه برای ورودی‌هایی با فضای جانبی محدود مناسب هستند، جایی که درهای کشویی ممکن نیستند. آنها با استفاده از موتورهای قدرتمند اما بی صدا کار می‌کنند که می‌توانند وزن درهای سنگین را به راحتی تحمل کنند و عملکرد روان و قابل اعتمادی را تضمین کنند. علاوه بر این، درهای اتوماتیک لولایی دسترسی عالی را برای افراد معلول فراهم می‌کنند. مکانیسم باز شدن خودکار، نیاز به هل دادن یا کشیدن درهای سنگین را از بین می‌برد و ورود و خروج راحت همه را از ساختمان آسان‌تر می‌کند. بخش 6، چرخش حول محور کارایی، ورودی‌های بزرگ. برای ساختمان‌هایی که به یک ورودی بزرگ و جریان ترافیک استثنایی نیاز دارند، درهای گردان اتوماتیک نمونه سبک و کارایی هستند. این شگفتی‌های معماری به طور بی‌نقصی فرم و عملکرد را با هم ترکیب می‌کنند و یک نقطه کانونی فریبنده ایجاد می‌کنند و در عین حال جریان افراد را به طور یکپارچه مدیریت می‌کنند. قدم گذاشتن به داخل لابی یک هتل مجلل را تصور کنید. همانطور که به ورودی نزدیک می‌شوید، یک درگردان باشکوه از شما استقبال می‌کند. پانل‌های شیشه‌ای آن زیر نور می‌درخشند. شما بر روی سکو چرخان قدم می‌گذارید و در به آرامی شما را به دنیایی از ظرافت و شکوه هدایت می‌کند. درهای گردان فقط برای بیان مطلب نیستند. آنها از نظر بهره‌وری، انرژی و کنترل آب و هوا مزایای قابل توجهی ارائه می‌دهند. در گردان به عنوان یک قفل هوا عمل می‌کند، جریان هوا را به حداقل می‌رساند و از هدر رفتن هوای گرم یا سرد شده جلوگیری می‌کند که به معنای مصرف انرژی کمتر برای ساختمان است.
علاوه بر این، درهای گردان در مدیریت مناطق پر رفت و آمد عالی هستند. طراحی منحصر به فرد آنها امکان حرکت مداوم را فراهم می‌کند، به طوری که افراد به طور همزمان بدون ایجاد تنگنا یا ازدحام وارد و خارج می‌شوند. این امر آنها را برای فرودگاه‌ها، بیمارستان‌ها و سایر مکان‌های شلوغ که جریان مداوم افراد در آنها وجود دارد، ایدئال می‌کند.